جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بزرگی با معصیت خدا نیست، با فخر فروشی، با تکبر و خودخواهی نیست. بزرگی فقط یک راه دارد، در مقابل خدا و خلق خدا تواضع به خرج دادن. اگر کسی نماز بخونه، سجده بکنه، اما در مقابل خلق خدا تکبر و فخر فروشی و مسخره و تحقیر دیگران و این سجده ها به درد نمیخوره. تواضع برای خدا و خلق خدا با همه. این نماز تمرین تواضع در مقابل ربه که رب از تو خواسته و کان بالمؤمنین غلیظا ولا رحیما. رحیما، یکی از ویژگی های پیامبر این که به مؤمنین رحیم بوده، به بندگان خدا رحیم بوده. اگر یک کنیزی، غلامی، برده‌ای می آمد در خونش، من با سیدم، با آقام مشکل دارم، لباسشو جمع میکرد، دنبالش راه میرفت در خانه سیدش، با این آقا چه مشکلی دارید؟ اگر دختر بچه 5 ساله دستش دراز میکرد، دستش میگرفت تو کوچه های مکه، تو کوچه های مدینه میچرخید تا زمانی که خودش خسته شده بود دستش در آورده بود، این دستش تو دست اون دختر بچه بود. یه روزی حسن و حسین رو دو تا پاش رونش نشسته بودن، گاه وقتی حسن رو میبوسید، گاه وقتی حسین رو میبوسید. شخصی اونجا نشسته بود، گفت یا رسول الله تو بچه کوچک داری میبوسید؟ گفت بله، مگر تو نمیبوسید؟ اولادت، نوهات نمیبوسید؟ گفت من 10 تا فرزند دارم، یادم نمیاد که یکیشونو بوسیدم. گفت اگر خدا رحمت و شفقت رو از دل تو در آورده، من چه کارت کنم؟ کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. من لا یرحم لا یرحم. بله، ما بچه میبوسیم، بچه کوچک رو نوازش میکنیم. بعض از صحابه بچه ها با آب بینیشون به بغل میگرفتن. آب بینی بچه همینجور سرازیره. ولی بازم امروزه هم داریم بعضی از بندگان خدا که توفیق پیدا کردن، ایتام و فقرا و بیمارای تو روستا و بغل میکنن، میارن بیمارستان و هزینه بیمارستانش هم تقبل میکنه که شاید به خاطر معالجه این بیمار یتیم فقیر خدا بیماری و درد و مشکلات از زندگی و اولادش دور بکنه. دنیا دینه. هر خدمتی به دیگران کردی، همون خدمت چند برابر به خودت اگر نشد به فرزندانت برمیگرده. دنیا دینه. با این دید به دنیا، با رفتارهامون با این دنیا، در دنیا با این دید نگاه کنیم. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی.